خب از من پرسیدن که تو این شرایط چی تولید کنیم که خوب باشه و بازارش خوب باشه. توی شرایط اقتصادی که تقریبا توی مملکت ما حاکمه فعلا، اکثرا فکر میکنن بازار خیلی خرابه و حالا واقعا هم اون مثل قدیم نیست، اون شلوغی بازار و شلوغی شبیه دیگه نیست، اون هیجانه تقریبا تو بازار نیست. دلیلش هم اینه که خب خیلی‌ها دارن مشتری‌ها رو میگیرن، بقیه دارن بازار خرابی رو تجربه میکنن. حالا تو این شرایط چیا تولید کنید؟ به نظر من کارهای فصلی تولید نکنید. مثلا پالتو تولید نکنید، واقعا دیگه برف خشکسالی‌ها باعث شده دیگه پالتو و پاییزه مردم زیاد نخرن. یا مثلا دارم میگم طرف میاد پاییزه تولید میکنه، زمستون تولید میکنه، دیگه مردم یاد گرفتن و میتونن تو حراجی همه رو دارن میخرن، با قیمت درآمد حتی زیر قیمت درآمد دارن میخرن. دیگه مثل قدیم طرف بره مد روز همون لحظه هر چی تولید میشه رو بخره. خب شرایط اقتصادی یه جوریه که مردم دست به جیب بودنشون خیلی کم شده، مثل قبل دیگه نیست. کارهای تولید کنید، در واقع به سمت پوشایی که برید که فصل نداشته باشه، بشه در طول سال فروخت. مثلا شومیز، مثل شلوار که مدش خیلی کمه، شومیزهایی که مدش خیلی کمه، تو سبکای تریکو، تیشرت، اینجا سبکا واقعا همیشه میشه اینا رو فروخت.